جنگلبری رفتم. ما در آنجا 2 نفر بودیم، 2 تا تاجیک بودیم. در بین انسان‌هایی در آنجا بی دکمنت بودند و زیک ها تورمچیکا کار میکردن. 17 نفر بودن، 18 نفر بودن. منو خب یک ظفرآبادی پسری بود، عبدالنظر نام داشت. اکاش حسن حسین 2 تکه داشت، من همچون اکاش احترام میکرد. ما یک جویا کار میکردیم، جنگل میبریدیم، صحبت میکردیم، فطیر میکردیم، نان میکردیم، یک جویا میخوردیم، هم صحبت بودیم. بعد یک روز گفت که اکا حسن گفت من مادرم را یاد کردم. من گفتم که تو تنها ما یاد نکردی، منم یاد کردم. دستم در تباری دست دراز بودم، خیلی گرفتم، برف بارید شد. بعد گفتم زی تو دورم ایا مادر، مرا دل پاره می سازد، وصالت را به دل مهرم مرا آواره می سازد. تبسم های گرمی تو، نوازش های پرمهرت، چون نیسان از سما ریزد مرا زین بال و پر بخشد. به دنیا گوهری دریا تو باشی مادر جانم، وجودم را به تو بینم دلم پرواز می خواهد. خدایا التجایم را شنو من در کنار تو، وجود و پیکری او را چو حرف بر زبان بینم. دلم پروازی تو دارد ایا مادر، گلی شب زنده‌داری من توی مادر. بیا مادر بشین در روبرویم، همه راز نهانم با تو گویم، که جز تو راز دانی من کسی نیست، حبیب و مهربانی من کسی نیست. ایا ای مادری خوشگوهری من، بود در وصف تو شعری تری من. بهاران آمد و گلها شکوفان، همه پیر و جوان گردیده شادان. در این روزی سعید عیدی بهاران، برایت گل بچیدم مادری جان. من این گلها به نزد تو گذارم، به خاکی پای تو سر می گذارم. زی دنیا بگذرم دل پر تو دارم، چراغ عمری من با تو فروزان. تو را من دوست دارم مادری جان، تو را من دوست دارم مادری جان. تشکر. سلامت باشه.